نماز جمعه یک نماز متفاوت با ظهر هست و قیاس جمعه بر نماز ظهر قیاس صحیح نیست. سنت قبلیه‌ای برای نماز جمعه از رسول الله و صحابه ثابت نیست جز یک روایت ضعیف و منکری از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم. منتها نماز خواندن قبل از جمعه از نظر شرعی اشکالی ندارد. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب و تشویق فرمودند 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، کمتر بیشتر هرچی بخوانید از نظر شرعی رسول الله صلی الله علیه وسلم توصیه فرمودند. و بعد از جمعه هم 2 رکعت ثابت هست از روایت عبدالله ابن عمر و هم 4 رکعت ثابت هست از روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه. اگر 2 رکعت خواندید هم درست، اگر 4 رکعت خواندید هم درست، اگر 6 رکعت خواندید، بر هر دو حدیث عمل کردید باز هم از نظر شرعی اشکالی ندارد.